خیلی از خانم‌های عزیز از ما میپرسند که چه زمانی بعد از زایمان طبیعی میتونن تزریق چربی داشته باشن و خیلی عجله دارن که هرچه زودتر این کار رو انجام بدن. در طی بارداری و زایمان اتفاقاتی در بدن میفته، بدن دچار تغییر فرم میشه، دچار ورم میشه. همچنین زخم زایمان طبیعی و اون زخم اپیزیوتومی و گاهن عفونت‌هایی که بعد از اون ایجاد میشه شرایط دردناکی رو برای بیمار ایجاد میکنه. به بدن خودتون فرصت بدین تا این تغییر فرم و این ورم و این زخم‌ها و عفونت‌ها بهبود پیدا کنن و بعد با تزریق چربی فرمدهی بهتری در ناحیه تناسلی خواهید داشت. این تغییر فرم ناحیه تناسلی که در اثر بارداری و زایمان ایجاد میشه، اعتماد به نفس خانم‌ها رو در خیلی از موارد کاهش میده که با اصلاح این مسائل اون اعتماد به نفس از دست رفته برمیگرده و دوباره رضایت جنسی طرفین ایجاد میشه. همچنین با تزریق چربی ما میتونیم تا حدی تنگ کردن دهانه واژن رو هم داشته باشیم.